سلام، شما خوبین؟ در روز ورمتایم این دوتا شاشوی مزاحمت نوامی زارتی زدن زیر دست گل بدون گل کریم گفت تو برو اون بر خون آلودت رو کثیف نکن که اشرف شبیه یوفوس افتاد ته تا اون دوتا شاشو رو هلداد اومد کمک اشرف گفت ببخشید اشیدزون که یهو مورد 4 و 5 اشرف نافش زد بیرون. دوباره تا شبیه گونی سیمان بلندش کرد سگولی مثل ماهی لیز خود رفت تا صبح گل بخوره. کریم بهش گفت 20 صاحب تو چقدر شلی بیا این بالا من دست بندازم زیر باد سنجت بتونی فرار کنی. خلاصه خوب پیچیدم به بازی تا اینکه از شلواری که اشی سرش میکنه ردشونو زدن. وای دختر تو اسکلی نفهمی چیزی هستی جلوتو نگاه کن. خب تعقیب و گریز اونقدر ادامه داشت تا یه دونه تیر برق صاف رفت تو زید کریم. به گمونم این بعدش هم نمیاد گیر بیفته. کریم اول گفت اشیزون نتر سوار موتور شو بپیچیم، بعد پشیمون شد گفت نمیصرفه مال خودتون ما رفتیم بابا.